کنستیتوسیا قانون اساسی کشور بوده حجت دارای قوه عالی حقوقی است که ساختار دولت و جامعه حقوق و عهدهداری های انسان را انعکاس می نماید. کنستیتوسیا گروه عالی حقوقی نیکو احوالی خلق و منفعت های انسان بوده یکی از واسطه های اساسی تشکل حیات جمعیت و تشکیل دولت می باشد. موضوع را دوام می دهیم. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng necha yil o'tib O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan. Vaqt ketdi. خلق ازبکستان مسئولیت بنیادی دولت انسانپرور و دموکراتی را بر دوش گرفته است که در آن انسان حیات، آزادی، شرف و قدر و قیمت او ارزش عالی حساب می‌یابد و همزمان برای تشکیل جامعه آزاد و عدالتناک کوشش می‌کند. این صدرها که در مقدمه سرقانون جمهوری ازبکستان در تحریر نو مهر شدند، اساس اصلی اصلاحاتی در کشور ما عملی شونده را تشکیل می‌دهند. در عرفه 33مین سالگرد قبول گردیدن سرقانون کشور در ناحیه سوخ تدبیرها و چاره‌بینی‌های گوناگون برگزار می‌شوند. از جمله در مکتب رقم 17 واقع در دهه دیویران با تشبث شعبه عدلیه ناحیه سوخ بین خوانندگان صنف‌های بالایی بازی انتلکتوالی زکاوت دایر گردید که سوالها اساساً به قاموس اساسی ربط داشتند. Huquqiy aksiya davom ettirilmoqda. So'x tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi 17-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bugun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 33-yilligi munosabati bilan zakovat tadbiri o'tkazildi. در روند چاره‌بینی بر علا احساس نمودیم که اکثریت خوانندگان مضمون و ماهیت قاموس اساسی را علکی با احساس و فهمیدن عمیق درک نمودند. آنها نه تنها به متن سرقانون بلکه به تحریر نوی آن پورا آشنا هستند. این نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای بلند برداشتن سطح حقوقی جامعه و دانش‌های کنستیتوسیونی در بین جوانان نتیجه‌های ثمره بخش می‌بخشد. چاره‌بینی مذکور که هدف ترغیب معرفت حقوقی جوانان را دارد، گواهی آن است که آنها با عقل و کوشش‌های استوار در اصل بر رشد اداره دموکراتی و حفظ حقوق انسان در کشور سهم می‌گذارند. Adliya vazirining buyrug'iga asosan bolalar va yoshlar huquqini himoya qilish huquqiy aksiyasi doirasida bolalar va yoshlarni huquqiy bilimini va huquqiy ongini oshirish maqsadida umumiy o'rta ta'lim muassasasida zakovat o'yinlari o'tkazildi. Mazkur o'yinlar natijasi bo'yicha yuqori ball va yuqori natija ko'rsatgan yoshlarni sovg'alar bilan taqdirlandi. در بازی انتلکتوالی زکاوت بیشتری سوالها به قاموس اساسی کشور مربوط بودند. اهمیت این کار در آن است که سوالها نه تنها اساسهای حقوقی دولت را بلکه پرینسیپ‌های مهم دموکراتیا و حقوق انسان را هم در بر می‌گرفتند. هر یک صنف اشتراکچی برای غالب شدن و سزاوار گشتن به تحفه‌های ارزشمند شعبه عدلیه که با مقصد قدردانی و تحسین دانش‌های حقوقی آنها جدا شده بود تلاش زیاد به خرج دادند. این چاره‌بینی نه تنها سطح دانش و فهمیش حقوقی اشتراکچیان را نشان داد بلکه با آنها احساس مسئولیت و افتخار از آموزش قانونها و پرینسیپ‌های اساسی کنستیتوسیونی بخشید. Inson farovonligi va jamiyatining barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida qaysi prinsiplarga asoslangan holda amalga oshiradi?